سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به چنل تمدنگرد. من محمد آهویی هستم و میلاد آهویی تدوینگر منابع و مطالب استفاده شده در ویدیوهای ما خواهد بود. ما در این چنل از تمدن‌های باستانی تا به امروز، از بزرگان دیروز تا بزرگان امروز، وقایع و اتفاقات جالب توجه رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد و بهشون خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید و در این مسیر جذاب و دوست داشتنی ما رو با سابسکرایب کردنتون همراهی کنین و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید. پس بریم سراغ اولین تمدن. منابعی که ما توی این ویدیو استفاده کردیم 3 کتاب هستش. پس بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو و با هم دیگه بررسیش کنیم. تو اعماق تاریخ، تو سرزمینی حاصلخیز بین 2 رودخونه بزرگ، تمدن شکوفا داشت که تا ابد اسم خودش رو تو تاریخ بشریت حک کرد. تمدنی که مهد نوآوری و خلاقیت بود و پایه‌های بسیاری از علوم و فناوری رو که امروزه داره ازشون استفاده میشه رو بنا نهاد. تمدن سومری تو 4100 تا 1750 پیش از میلاد دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. نکته جالبی که وجود داره اینه که سومریا هیچ وقت ملت یه پارچه نبودن. اونا یه سری دولت شهر مستقل داشتن که هر کدومشون حکومت خودشون رو انجام میداد و این اکدیا بودن که بهشون لقب سرزمین پادشاه‌های متمدن رو دادن. خود سومریا فقط بهش میگفتن سرزمین یا سرزمین کلسیاها که احتمالاً برمیگرده به همون نژاد و رنگ موی سرشون. ما امروز ساعت رو چجوری حساب میکنیم؟ زمان برامون چجوری میگذره؟ 12 ساعت روز و 12 ساعت شب و هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه هم 60 ثانیه. خب اوکی، بیا یکم روش ریزتر بشیم. ما الان داریم توی عصری زندگی میکنیم که آدما روزشون رو با طلوع خورشید شروع میکنن و با تموم شدن و غروبش هم تموم. حالا فکرشو بکنید که چجوری مردم باهوش تونسته بودن برای زمان سنجیشون یه سیستمی رو اختراع بکنن که اینقدر دقیق اندازه گیریش بکنن. بله، داریم راجع به سیستم شصتایی صحبت میکنیم. سیستمی که به سومریا کمک کرد تا زمان رو به ثانیه، دقیقه و ساعت تقسیم کنن و همه چیز رو با دقت عالی مدیریتش کنن. حالا وسط کار این فقط تنها کارشون نبود. یه نگاهی به آسمون بندازید. وقتی که ستاره ها اجرام آسمانی رو دیدین متوجه میشید که سومریا در سالیان سال پیش تونستن چرخه‌ای بین ماه و خورشید رو متوجهش بشن و تقویمی درست کنن که هم قمری باشه و هم خورشیدی. این تقویم بهشون کمک میکرد که کشاورزیشون رو برنامه‌ریزی کنن، یعنی که چه زمانی کشت کنن و چه زمانی هم برداشت کنن. یعنی که مراسم مذهبی هم داشتن دقیق‌تر متوجه بشن که کی زمان دقیقه گرفتن اون مراسم مذهبیه. میون کلام بعد بهتون بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید به خاطر اینکه خیلی مهمه. مرسی، بریم سراغ ادامه ویدیو. شاید براتون کنجکاوی بکنه که چجوری میفهمیدن خب ساعت چنده. اوکی، سیستمشون رو فهمیدیم. سیستمی که سومریا داشتن کاملا واضحه، اما ساعتی که ازش استفاده میکردن خیلی ساده بودن. فقط یه میله و یه صفحه شماره بندی شده داشتن که با دیدن سایه میله روی صفحه میتونستن زمان رو دقیق حدس بزنن. سومریا روز رو به 12 ساعت تقسیم میکردن و به 12 قسمت تقسیم میشد و رو هر قسمتش هم اسمشو گذاشته بودن ساعت. هر ساعت هم 60 دقیقه داشت و هر دقیقه هم 60 ثانیه. این دقتی که اونا داشتن همون چیزی که ما الان داریم تو ساعتمون استفاده میکنیم و برامون قابل استفاده است. اما خب شب رو چیکار میکردن؟ شب که آفتاب نبود. سومریا از ساعت‌های آبی استفاده میکردن که با آب پر میشدن و با توجه به پر شدن و خالی شدنش میتونستن زمان رو توی تاریکی شب هم حدس بزنن. این اختراعات سومریا واقعا زندگی بشر رو عوض کرد و با این زمینه واقعا نقش مهمی داشت و داستاناشون یادآور تلاش‌های بی‌پایان انسان برای فهمیدن دنیای اطرافش و نظم دادن بهشه. یعنی حتی اگر بعداً مصری‌ها و یونانی‌ها هم اومدن و روی اختراعات کار کردن
کردن و حتی توسعه‌اش هم دادن باعث نمیشه که چیزی از زحمات سومری‌ها کم بشه. چیزی که این وسط جالب توجهه اینه که خب چه مذهبی داشتن، اعتقاداتشون چجوری بوده که اتفاقا یه سری دستاورد ازشون به وجود اومده که ما در چند دقیقه بعد قرار بررسی کنیم چند تا داستانشون رو و اعتقادات مذهبیشون و خداهاشون رو که با هم دیگه خواهیم داشت. جریانات مذهبی و اعتقادی سومریا از این قرار بودش که معابدی رو توی شهر خودشون به وجود آوردن که به عنوان محل سکونتگاه کاهنان و به اصطلاح اون کشیشاشون اونجا زندگی میکردن. این معابد به خدایان و الهه‌های مختلفشون اختصاص داشت. توی مراسم‌های مذهبیشون قربانی داشتن، جشن میگرفتن و یه سبکی از زیگورات‌ها رو بناهای مذهبی عظیم خودشون رو میساختن و پله پله هم بود این مکانهای مذهبیشون. هر طبقهش یه خدا و الهه خاص خودشو داشت که مشهورترین زیگورات سومر زیگورات اوروک بود که به آنو خدای آسمان تقدیم شده بود. مردم سومر به الهه‌های مختلفی مثل آنو، انلیل، ننلیل، نیهورسک تعلق داشت و نینکی و اعا و بقیه خداهایی که از این قبیل بودن که حالا بقیه‌شون رو تو ادامه بررسی خواهیم کرد. قبل از اینکه بتونید دقیقاً به یک دیدگاه کاملی از این خداها برسید، ما باید بریم وارد بخش مذهبی این جریانات بشیم و براتون دقیقاً توضیح بدیم که سومری‌ها به چه اعتقادی داشتن به داستان آفرینششون. یه حماسه خیلی جالبی وجود داره در این رابطه که توی لوح‌های شکسته و ناقص ازشون باقی مونده، ولی خب میتونید باهاش تفسیر کاملی از داستان بکنید، حالا به هر سختی که هست. تو ابتدای داستان چیزی که نقل شده اینه که هیچ چیزی جز آب بیکران توی دنیا وجود نداشت. نامو یه الهه‌ای بودش که نماد آشفتگی و بی‌نظمی اولیه جهان بود. از دل نامو دو خدای دیگه پدید اومدن به اسم انکی که خدای آبهای شیرین بود و ننه خدای بیکرانگی بود. انکی و ننه با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن و توی این آمیزششون خدای آنو و الهه زمین کی، آنو و کی با هم دیگه دوباره میان، اونا هم با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن و این آمیزششون هم باعث میشه که خدایان و الههای متعددی مثل انلیل و که خدای باد بود، ننلیل که الهه هوا بود و نیرهورسه که الهه مادر بود و نینکی و خلاصه خدایان مختلفی به همین شکل پدید اومدن. خدا و الهه ها شروع کردن به نظم بخشیدن به این جهان آشفته و آنو آسمون رو آفرید و کی زمین رو صاف و هموار کرد و انلیل هوا رو تنظیم کرد و خلاصه هر کدومشون یه جای کار رو گرفتن. یکی روح بخشید به انسان و یک زمین ها رو حاصل خیز کرد و خلاصه رفت به اون سمتی که به یه آبادانی برسه. در نهایت هم میرسه کار به انسان ها که در اصل اینا اومدن انسان ها رو آفریدن تا بیان کمک دست خودشون باشن. بهشون هم دانش ها و مهارت های مثل کشاورزی و بافندگی و فلزکاری و این مسائل رو یاد دادن تا اینکه اونا هم بتونن این جهان رو به سمت بهتر شدن خودش ببرن. این وسط داستان حماسی هم راجع به سومری ها وجود داره که شاید اسمش رو شنیده باشید، شاید حتی داستانش هم بدونید، ولی خب جالب توجهی که من براتون توضیح بدم داستانش از چه قراره. حماسه گیلگمش یکی از کهن‌ترین حماسه‌های مکتوب بشریه که داستان حماسی پرماجرای زندگی گیلگمش پادشاه سومر رو روایت میکنه. این حماسه از دل لوح‌های گلی به جا مونده دیگه توی بین النهرین باستان و یه جوری گنجینه اسطوره‌ای اون تمدنه. بگذریم. گیلگمش 2/3 خدا بود و 1/3 هم انسان. پادشاهی ستمگر و ظالم بود و مردم شهر اوروک از دستش واقعا خسته شده بودن. خدایان انکیدو انسانی وحشی و نیرومند رو خلق کردند تا همبازی و رقیب گیلگمش بشه. ولی خب گیلگمش و انکیدو بعد از نبرد سخت با هم دیگه شروع کردن با هم دیگه رفیق شدن. نم توی رفاقتی که با هم دیگه داشتن توی جنگل سدر با هیولایی به اسم هومبابا جنگیدن و اونو شکستش دادن. ایشتار که الهه عشق و جنگ بود از زیبایی گیلگمش مجذوب میشه و بهش میگه که بیا با هم دیگه اوکی شیم. ولی خب گیلگمش این درخواست رو رد میکنه و به ایشتار به شدت بر میخوره. ایشتار که خشمگین شده بود گاو آسمانی رو فرستاد تو اوروک تا گیلگمش و انکیدو رو بکشن. گیلگمش و انکیدو تونستن گاو رو به زانو در بیارن و بکشنش. انکیدو بعد از مدتی که با گیلگمش وقت میگذروند متاسفانه دچار بیماری میشه و از دنیا میره.
گیلگمش که مرگ رفیق خودش رو تجربه کرده بود به شدت حالش خراب شد و یه مقدار روحیش به هم ریخت. گفت میخوام برم دنبال راز جاودانگی. چرا باید انقدر ساده بمیریم؟ خلاصه گیلگمش تو این راه سفر پرفراز و نشیبی رو شروع کرد و با موجودات افسانه‌ای مثل سدوری و اوتنپیشتی و این مسائل شروع کرد به دیدار کردن که سدوری اله میخانه بود و اوتنپیشتی هم تنها بازمانده طوفان نوح بود. حالا این جمله جذاب که طوفان نوح بود و نگه دارید که بعداً بهش خواهیم پرداخت. اوتنپیشتی داستان طوفان نوح رو برای گیلگمش شروع میکنه به گفتن و بهش میگه که آقا راز جاودانگی در دست خدا و برای انسان دست نیافتنیه، داداش بیخیال شو. گیلگمش هم نامید شد ولی خب پخته تر برگشت به شهر خودش اروک و با پذیرش مرگ خودش به عنوان پادشاهی عادل و خردمند به حکومت خودش ادامه داد. اگر دقت کرده باشید ما تو این حماسه مضامین خیلی جالب فلسفی و عمیقی رو داره به ما یاد میده. از جستجوی جاودانگی، دوستی، مرگ، قدرت و عدالت توی صحبت میشه. اینکه شما به هر حال خواهید مرد، پس سعی کنید با انسان‌ها بهتر باشید. خلاصه اثر گیلگمش یکی از آثار فوق‌العاده مهم تاریخی به خاطر اینکه گفتیم یکی اینکه اولین حماسه مکتوبیه که به جا مونده از گذشته و دو به خاطر اون مضامین قدرتمندی که داشت جز معروف‌ترین‌ها هم بود دیگه. این یه بخشی از تاریخشون و میریم سراغ داستان بعدی که از سومری ها روایت میشه، داستان اینانا و انکی. یه مهمونی خدایی رو تصور کنید. اینانا ایزد بانوی جذاب و باهوش تصمیم میگیره که یه سری به باباش انکی بزنه. انکی که ایزد آب و خردمندیه توی اریدو، یه شهر باستانی پر از رمز و راز، زندگیشو برای خودش میگذرونه. اینانا میره اونجا و میگه که بابا بیا با هم یه لبی تر کنیم، یه مشروبی بزنیم. اینکه هم که معروف به مهمون نوازیش میپذیره و اونم شروع میکنن به نوشیدن و عشق و حال. اینکه که کم کم داشت بالا و بالاتر میرفت و زیادی از حد مست میشد، تصمیم میگیره که کلیدای شهر یا همون قوانین مهر رو به دخترش اینانا بده. اینانا هم که باهوش و فرصت طلب بود این فرصت و غنیمت شمرد و با قوانین فرار کرد و رفت سمت اروک. اینجوری میشه که اروک تبدیل میشه به سرآمد همه شهرها و اریدو رو کوچیک میکنه. میگن این داستان نمادی از دورانی که جامعه از زندگی ساده کشاورزی تبدیل میشه به زندگی پیچیده شهری. حالا این وسط داستانی که روایت میشه همون داستانی که بهتون گفتم داستان حضرت نوح بود. اینجا قراره براتون راجع بهش صحبت کنم و داستانی که سومری ها ازش روایت میکنن واقعا شنیدنیه. داستان طوفان بزرگ از این قراره که اولین بار توی اسطوره پیدایش اریدو گفته شده. تو این داستان ایزدان تصمیم میگیرن که طوفان بزرگی رو بفرستن به سمت دنیا و دنیا رو به سیل و نابودی بکشونن. همه به فنا میرن و هیچ کسی هم بهشون گفته نمیشه بجز زیوسدرا که اونم با کمک انکی که بهش میگه چجوری کشتی بسازه و حیواناتو نجات بده زنده میمونه. بعد از طوفان ایزدان تصمیم میگیرن که با فرستادن مرگ و میماری جمعیت رو کنترل کنن و دوباره نظم و سامان رو به زندگی برگردونن. دوباره داستان دیگه که ازشون به جا مونده داستان لوگاله، داستان بزرگمرد سومریتوی دنیای قدیم سومر. لوگال همون پادشاهیه که مثل کاپیتان کشتی دولت شهر خودش رو هدایت میکرد. اونا تنها باید زمین خودش رو زیر کشت قرار میداد بلکه باید اراده خداها رو هم پیاده میکرد دیگه. اولش فقط یه رئیس خانواده ساده بود ولی خب بعدش تبدیل شد به رئیس شهر کامل. با اینکه شهرها بزرگ و بزرگتر میشدن سومری‌ها هم دست به کارهای بزرگتری میزدن دیگه. پیشرفت و اختراعاتشون رو تصور کنین. توی همون دوره اروک سومری‌ها با اوج گرفتنشون حتی به خط و نوشتار هم رسیدن و این اختراعاتشون حتی به داد و ستدهاشون هم به شدت کمک کرد. ولی خب اول کاری نمیرفتن چیزای عجیب و غریب بنویسن. از چیزای ساده شروع کردن، مثلا 2 گوسفند، 5 بز، نمیدونم اهل کجان و همین چیزای ساده و میتونستن بنویسن و به صورت نوشتاری داشته باشنش که بعداً نوشتارشون یه مقدار پیشرفته تر شد و دیگه اومدن داستان گیلگمش رو نوشتن و خلاصه زبان سومری یه مقداری قدرتمندتر شد که تونستن آثار خودشون رو ثبت کنن و میتونیم ما حتی این داستان‌های انجیلی هم رد و پای سومریا رو ببینیم ما. و خیلی هم حتی میگن که تو ساخت اهرام ثلاثه مصر و باورهای دینی مصری‌ها تاثیر داشتن سومریا و خلاصه از این قبیل بودن. سومری اومدن یه مهرایی رو اختراع کردن که تا 100 سال بعد خودشون هم استفاده میشد. میتونستن با این مهر نامه رو مهر کنن، نمیدونم قانونی رو تصویب کنن. خلاصه ازش استفاده خیلی مهمی میکردن و
مهرهای حرفه‌ای بود که تونه 100 سال دووم بیاره. همونجوری که وقتی یه آفتابی طلوع میکنه بالاخره وقت غروبش هم فرا میرسه، وقت غروب کردن سومریا هم فرا رسیده. تو 2000 سال قبل از میلاد مسیح تمدن سومر به تدریج رفت سمت حال خرابی شدن به خاطر حالا خوشسالی و جنگ و نارامی هایی که سر راهشون قرار گرفته بود. مهمترین عواملی که به سقوط سومریا کمک کرد خوشسالی بود. تو اواخر 1003 قبل از میلاد بین النهرین دچار خوشسالی شدیدی شد که این خوشسالی باعث کاهش شدید تولید محصولات کشاورزیشون شد. نمیتونستن دیگه کشت خاصی رو داشته باشن و قحطی سراسر سومر رو فرا گرفت و خب این بنده خدا هم همشون به کشاورزی وابسته بودن دیگه. وقتی که اون از بین رفت خوشسالی به شدت بهشون آسیب زد. ولی خب این تنها اتفاقی نبودش که سومریا رو به فنا داد. عامل دیگه هم تو این سقوط دست داشت که جنگ بود. تو این دوره سومریا با حملات متعددی که از سوی اقوام دیگه روبرو می شدن به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. اکدیا که تمدن قدرتمندی بودن و شمال بین النهرین زندگی می‌کردن، یکی از مهمترین دشمنای سومریا بودن. اکدیا در نهایت هم تونستن سومریا رو شکست بدن و به تسلطشون توی منطقه پایان بدن که حالا در ادامه براتون صحبت خواهیم کرد. خلاصه علاوه بر خوشسالی و جنگشون، ناآرامی‌های سیاسی هم که اونجا وجود داشت به سقوطشون خیلی کمک شایانی کرد. تو اواخر دوره سومریا بسیاری از شهرها با تمدن دیگه داشتن همینجوری در حال جنگ و نزاع بودن و همین جنگا هم باعث میشد که سومر خب ضعیف و ضعیف‌تر بشه دیگه و از بین رفتن اون ثبات سیاسی کارو خراب میکرد. خلاصه انقدر این دعوا و درگیریشون بالا گرفت که دستاورد این تمدن کلا داشت از بین میرفت. معابد و زیگورات همه ویران شد و سیستم‌های آبرویاریشون متروکه شدن و دانش علمی و فکریشون داشت به فراموشی سپرده میشد و همه چی داشت خراب میشد. ولی میراث سومر رو طور کامل از بین نرفت. بسیاری از اختراعات و اکتشافات و اون ایده های سومریا توسط تمدن بعدی مثل اکدیا و بابلیا و آشوریا موندگار شد و به نسل های بعدی هم حتی انتقال پیدا کرد. خلاصه تو این وسط بپردازیم به این جریان جنگشون با اکدیا که باعث پایانشون شد. توی اواخر 1003 قبل از میلاد تمدن سومر با چالش خیلی بزرگی روبرو شد. ظهور اکدیا تو شمال بین النهرین زندگی میکردن که براتون گفتم. تمدن قدرتمندی هم بودن که به صورت توی گسترش خودشون داشتن پیشرفت میکردن. اونا نظر نظامی قوی‌تر از سومریا بودن و فناوری‌های پیشرفته تری هم داشتن. عرابه جنگی داشتن و وسایلی که استفاده میکردن قدرتمندتر بود و خلاصه میچربیدن به سومریا که توی حدود سال 2334 قبل از میلاد سارگون کبیر که پادشاه اکدی بود سومر رو فتح کرد. سارگون با استفاده از قدرت‌های نظامی خودش بسیاری از شهرهای سومر رو تسخیر کرد و به تسلط سومریا به بین النهرین پایان داد. فتح سومر توسط اکدیان نقطه عطفی توی تاریخ بین النهرین بود دیگه. توی این رویداد به تسلط سومریان توی منطقه به اندازه 2000 سال خودش پایان داد و عصر جدیدی رو توی این تاریخ به وجود آورد. این جریان جنگشون هم جریان باحالی داره. زمانی که دیوارها فرو ریخت و تصور کنین حدود 1750 سال پیش از میلاد سومریا دیوار بلندی رو اومدن دور شهرشون کشیدن که ازشون محافظت کنه. ولی خب ایلامیا اومدن و مثل این که دارن بازی میکنن از کنار این دیوارا رد شدن و تمدن سومری رو به لرزه درآوردن. شولگی که پادشاه اور بودش فکر کرده بود دیواراش خیلی نفوذناپذیرن، ولی خب ایلامیا نشون دادن که هیچ دیواری نمیتونه جلوی تغییرات بزرگو بگیره. تو این تغییرات فرهنگی و دینیشون زمانی رخ داد که اموریا توی بابل به قدرت رسیدن. دنیای سومریا بعد از به قدرت رسیدن اموریا کاملا دگرگون شد. همورابی که پادشاه معروفی بود اومد مردوک رو به عنوان ایزد برتر خودش معرفی کرد و اینجوری شدش که ایزدان زن کنار گذاشته شدن و حقوق زنها هم کم کم دیگه رنگ خودش رو دست داد دیگه. یه جورایی خراب کرد کارو. از اون موقع هم شروع شد دیگه تا به امروز. خلاصه این وسط تمدن سومریا برای مدت طولانی دیگه در دسترس نبود. خیلی ازش اصلا خبری نداشتن تا اینکه توی قرن 19 میلادی دنیا فقط تونسته بود بدون آقای سومری بوده. ولی خب با تحقیقات و اطلاعاتی که تونستن به دست بیارن تونستن بیشتر به این تمدن قدیمی و قدرتمند آگاه بشن
اونا فهمیدن که داستانایی مثل باغ عدن و طوفان نوح ریشه‌های عمیق‌تری دارن و سومریا قبل از اینکه اصلا اونا داستانو بگن اومدن اون داستانا رو گفتن و خلاصه اینجوری بودش که تمدن سومری ها در یک طلوع زیبا به یک غروب غم انگیز انجامید، ولی خب نامشون تا امروز باقی مونده. در پیچ و خم تاریخ هر قصه‌ای که به سرانجام میرسد فصلی نو در انتظار نگارش است. با ما بمانید تا با هر داستان افسانه‌های گذشته را به افتخارات فردا بدل سازیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این اپیزود برامون بنویسید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.